بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره آداب سخن گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کنیم. پیامبری که هر کلمه اش سرشار از حکمت بود و هر سکوتش درس بزرگی برای ما داشت. آیا تا به حال فکر کرده اید چرا پیامبر صلی الله سخن کم می‌گفتند؟ چرا می‌فرمودند ما پیامبران کم سخنیم؟ این برای ما پیامی دارد که در دنیای پر از سر و صدای امروز گاهی سکوت ارزشمندتر از هر کلمه است. پیامبر صلی الله همیشه می‌فرمودند خداوند پرگویی را دوست ندارد. این جمله به ما یادآوری می‌کند که هر کلمه‌ای که از دهان ما خارج می‌شود باید سنجیده و معنادار باشد. خداوند از ما می‌خواهد که به اندازه سخن بگوییم و از حرف‌های بیهوده پرهیز کنیم، چون هر کلمه‌ای قدرت تأثیر دارد، قدرت ایجاد آرامش یا ایجاد تنش. یکی از صحابیان پیامبر صلی الله نقل می‌کند که رسول خدا به او فرمودند نمازت را طولانی کن و سخنت را کوتاه. این جمله چقدر زیباست. گاهی ما از اهمیت سکوت و کمگویی غافل می‌شویم، ولی این حدیث به ما نشان می‌دهد که ارزش اعمال ما در آرامش و تمرکز است، نه در پرگویی. و چقدر زیباست که پیامبر همیشه شمرده سخن می‌گفتند. هر کلمه‌ای که از لبان مبارک ایشان خارج می‌شد معنا داشت و با اندیشه همراه بود. شاید ما هم باید از ایشان یاد بگیریم که در دنیای پر از عجله امروز گاهی شمرده حرف زدن و تأمل در کلمات بهترین راه برای ایجاد ارتباط واقعی است. دوستان، پیامبر به ما یاد دادند که کلام ما ابزار قدرتمندی است. اگر به درستی و با اندیشه استفاده شود می‌تواند محبت و مهربانی و صلح ایجاد کند. پس بیایید امروز تصمیم بگیریم که سخنانمان را بیشتر بسنجیم، کمتر بگوییم و بیشتر فکر کنیم، چرا که خداوند پرگویی را دوست ندارد. باشد که کلاممان همیشه سرشار از حکمت و عشق باشد.